یه لحظه نگاه کن، همه چیز لو میره. همین یک نگاه از ارتفاع بالا کافیه تا انحنای زمین مثل یک تیغه آبی زیر نور خورشید بدرخشه. این خمیدگی تصادفی نیست. آخرین پروازهای استراتوسفری در سالهای اخیر شعاع زمین رو با دقت میلیمتری اندازه گرفتن و نتیجه همیشه یک چیز بود، یک کره کامل. اما داستان تازه از ماه شروع میشه. در ماه گرفتگی اخیر 3 رصدخانه در 3 قاره سایه زمین را ثبت کردند و در هر زاویه سایه کاملاً گرد بود. هیچ جسم تختی نمیتونه چنین سایه‌ای بسازه. این قانون فیزیکه. بعد نوبت ستاره هاست. داده های مأموریت گایا تغییر زاویه ستاره ها را با دقتی اندازه گرفت که حتی خطای انسانی هم نمیتونه خرابش کنه. این تغییرات دقیقاً با حرکت روی یک کره همخوانی داشت، نه یک صفحه صاف. حتی مسیرهای پرواز جهانی هم لو میدن. خطوط هوایی روی نقشه صاف نیستن چون روی یک کره میان بر میزنن. و اختلاف طلوع و غروب در شهرهای مختلف آخرین مهر تایید روی این حقیقته. همه اینها کنار هم یک چیز را ثابت می کند. زمین کروی است، نه یک باور، یک واقعیت اندازه‌گیری شده. اگه این سبک روایت رو دوست داشتی لایک کن، فالو بمون تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندی و تو کامنت ها بگو کدوم مدرک برات قانع کننده تر بود.